داستان اصلی در مورد یه حمومه. اونم نه یه حموم معمولی، بلکه یه حموم عمومی جن زده. این رو هر کسی برای بار اول پاشو اونجا میذاشت متوجه میشد. از بس که فضای سنگینی داشت. حتی شنیدم ممکنه در بین آدم‌هایی که در اون لحظه تو حموم هستن یکیشون آدم نباشه. من ماجراهای زیادی در مورد اونجا شنیدم، البته تازگی‌ها و بعد از موقعی که خودم شاهد ماجرا بودم. یعنی اول خودم جنها رو اونجا دیدم و بعداً هم در مورد اتفاقایی شنیدم که برای افراد دیگه رخ داده. حالا بریم سراغ اصل داستان. اون حموم تو محله ما بود. برای همینه که همه چیز خوب در موردش میدونم. من و پدرم همیشه به اونجا میرفتیم. یه حموم که صاحبش هم عمر خودشو کرده بود و همیشه دم در حموم میشست و به اطراف نگاه میکرد. اون حموم توسط پسرش اداره میشد. ماجرای ما هم از وقتی شروع شد که من و پدرم یه روز با اونجا رفته بودیم. اون موقع من فقط 8 سالم بود. وقتی که مشغول شستن خودم بودم، یه مرد توجه منو به خودش جلب کرد که روی یکی از سکوها نشسته بود و به من نگاه میکرد. یه لباس مشکی هم به تن داشت و به ظاهر خیلی عصبانی بود. من ازش پرسیدم با کسی کاری دارید؟ ولی هیچ حرفی نزد. از همون ابتدا ازش ترسیدم و یه حس بدی نسبت به اون پیدا کردم. در اون حین که هی به من نگاه میکرد، یه لحظه چشمم خورد به پاهاش که پا نبود، سم بود. با دیدنش کلی تعجب کردم. چرا پاهاش این شکلیه؟ برق از چشمم پرید. دیگه کنترلم رو از دست دادم و جیغ زدم و فرار کردم. وقتی که بابام رسید به من گفت چی شده؟ خوردی زمین؟ چرا رنگت پریده؟ خیلی نگران شده بود. منم با من و من گفتم اون آقایی که اونجا نشسته سم داره. بابام با تعجب اطرافو نگاه کرد و گفت کجا نشسته؟ کیو میگی؟ اینجا که کسی نیست. اون جن هنوز اونجا نشسته بود و پدرمو نمیتونست اونو ببینه. باورم نمیشد. بابام وقتی فهمید که ممکنه من جن دیده باشم، سری منو بلند کرد و از حموم رفتیم بیرون. من حتی یادم اون روز اسباب بازی مورد علاقه خودم و همراه هم برده بودم و هنگام رفتن از دستم افتاد روی زمین و برای همیشه گمش کردم. اون روز گذشت، ولی تا مدت‌ها فکرش تو سرم بود و منو عذابم میداد. از اون حموم میترسیدم. من تا مدت‌ها مریض شدم. اون روز خیلی ترسیده بودم. شانس آوردم که زبونم بند نرفته بود. حتی تا سالهای بعد هم از ذهنم پاک نشده بودن. اما خب اون هم گذشت و به مرور حالم بهتر شد. از اون روز که این اتفاق برای من افتاد، چند بار دیگه آدمهای دیگه از محله رفته بودن تو اون حموم و اجنه رو اونجا دیدن. همینم باعث شده بود که تو محل پر بشه که آره این حموم جن داره و کمتر کسی پاشو داخل اون حموم میذاشت. پس من درست دیدم. من تنها کسی نبودم که اون جن رو دیدم. به هر حال دیگه رفت و آمد به اونجا کم شد و هر کسی هم که میرفت حداقل با خودش بچه نمی برد. فقط بزرگترا میرفتن. پیرمرد صاحب حمومم به دلایلی مریض شده بود و خونه نشین شده بود. پسرش هم تنها اونجا رو اداره میکرد. این اتفاقایی که تو حموم میافتاد تو محله پخش میشد و به گوش ما هم میرسید. با سن کمی که داشتم همه چیزو خوب متوجه میشدم. مثلا خبر میرسید که یه روز یه مرد به همراه پسرش رفته بودن به اون حموم. دقیقاً مثل ماجرای من و پدرم. الان اون مرد اشتباه کرده که با وجود این همه اتفاق بچه‌شو با خودش برده. میگفتم ظاهراً وقتی که اون طرف در حال شستن خودش بوده احساس میکنه که بچهش داره گریه میکنه و با صدای بلند پدرشو صدا میزنه. وقتی رفت پیش اون دید که مردم دور پسر جمع شدن و اونم داره گریه میکنه و میگه یه مرد میخواست منو با خودش ببره بیرون از حموم. دستم رو گرفته بود و میکشید، ولی هیچ کس اون مردو ندیده بود. پسر بچه میگفت دستم خیلی درد میکنه. وقتی که
به دست بچهش نگاه میکنه متوجه میشه که راست میگه. ظاهراً همچین اتفاقی افتاده، چون انگشتش انقدر قدرت داشته که مچ دست بچه قرمز شده. انگار که خیلی محکم دستشو فشار داده. از بچهش پرسید چی شد؟ ندیدی کجا رفت؟ بچه جواب داد نمیدونم، سری رفت به سمت یکی از اون درها، دیگه نمیدونم کجا رفت. پس هنوزم داخل حمومه، از اینجا خارج نشده. به سراغ هر یکی از درها رفت، دید که خالی و هیچ کس اونجا نیست. پس ممکنه جن بوده باشه. تصمیمش بر این بود که از اونجا برن. به پسرش میگه همینجا وایسا تا برم لباسامو بپوشم و بریم. اون رفت و مشغول پوشیدن لباساش شد و بچه هم دوباره صدای فریادش بلند شد که میگفت بابا اون برگشت. با عجله رفت پیش پسرش و دید که یه مرد سیاه پوش به سرعت از در حموم زد بیرون و فرار کرد. خواست بره دنبالش، اما خب سرعت اون زیاد بود و تو کوچه پس کوچه ها غیب شد. برگشت و از پسرش پرسید چه شکلی بود؟ اونم در جواب میگفت قیافش اصلا به آدمیزاد نمیخورد. این یکی از اتفاقایی بود که افتاد و ما شنیدیم. اتفاق بعدی در مورد یه مرد میان سال بود. یه مرد که به گفته خودش روی یکی از سکوها نشسته بود و احساس میکنه یه نفر نشسته کنارش. سرش پایین بود و چهره اون طرفو نمیدید. رفتارش هم خیلی عادی بود، چون خیال میکرد کسی که کنارش نشسته یه انسان مثل انسانهای دیگه است. اون مردی که کنارش بود یهو پرسید از سرگردون بودن چیزی میدونی؟ پرسید منظور چیه؟ سرگردون بودن؟ خب یعنی چی؟ چرا این سوالو از من میپرسی؟ جواب داد بی خیال. همیشه میای اینجا؟ دوباره جواب داد خب آره، چطور مگه؟ اون گفت کاش منم مثل تو بودم. پیرمرد برگشت و گفت مثل اینکه واقعا حالت خوب نیست. پاشو یه آبی به سر و کلت بزن تا حالت بهتر شه. اما اون در جواب گفت نمیتونم آب به صورتم بزنم، اذیت میشم. بعدش هم بلند میشه و میره. پیرمرد میگفت بعد رفتنش با خودم گفتم عجب دیوونه‌ای بودم، تا اینکه دیدم جایی که نشسته بود و روی زمین رد سم باقی مونده. یکم گلی بود. رد سم راحت دیده میشد. همونجا فهمیدم که اون جن بوده. این حرفایی هم که میزده به همین دلیله که انقدر عجیب بودن. اتفاق بعدی در مورد یه مرد دیگه بود که تو همون روز رخ داده. البته برای یه مرد جوانتر. اون میگفت وقتی که لباسامو پوشیده بودم و میخواستم از در برم بیرون، یه لحظه احساس کردم یه نفر دستشو گذاشت رو شونم و گفت نرو. لحظه‌ای که برگشتم دیدم کسی پشت سرم نیست. آدم‌های دیگه هم با من خیلی فاصله داشتن. اول خیال میکردم توهم زدم، ولی فکر کنم قضیه چیز دیگه ای بود. خلاصه که هر کی یه چیزی میگفت و اتفاقا هم تمومی نداشت. انقدر که گفتن صاحب حموم عصبانی شد و میگفت پس چرا من نمیبینمشون؟ اگه جن هست باید خودشو به منم نشون بده دیگه. چرا فقط مردم میبینن؟ من خودم تا به حال اثری از اون احساس نکردم. ولی خب زیاد طول نکشید که خودشم شاهد ماجرا شد و تونست اونها رو ببینه. چند هفته گذشت. یه شب آخر وقت که میخواست تعطیل کنه و بره، مشغول آماده شدن بود برای رفتن. دم در وایساده بود. هیچ کس به غیر از خودش تو حموم نبود. همه رفته بودن، اما اون لحظه‌ای که دم در وایساده بود و میخواست برقو خاموش کنه، دید که یه نفر ته حموم نشسته و به اون خیره شده. بهش گفت حموم تعطیله ها، من میخوام برم. شما کی اومدید؟ من اصلا ندیدمتون. اون کسی که داخل بود گفت نرو. جواب داد یعنی چی نرم؟ میخوام تعطیل کنم و برم، شما هم بیا بیرون. دوباره گفت خب پس باشه، تو برو، ولی من نمیام. من خونم اینجاست. صاحب حموم با این حرفی که مردم میزدن یه لحظه یاد اجنه افتاد. میگفت نکنه اونی که من دیدم جنه. میگفت بدون اینکه حرفی بزنم برقا رو خاموش کردم. از تو تاریکی 2 چشم براق از همون سمت به من زل زده بود.
تا اینکه دوباره برقا رو روشن کردم و دیدم که اون فرد ناپدید شد و اثری از اون نیست. بالاخره جنی که مردم ازش صحبت میکردن و دیدم. این داستانهایی بود که در مورد حموم شنیده میشد. تقریباً 7-8 سال از اون اتفاقی که برای من افتاده بود گذشت و من دیگه حتی به اون داستان فکرم نمی کردم. اون حموم به مرور تبدیل شده بود به مکانی برای استراحت کارتون خوابای شهر. آخه صاحب حموم مرد و پسرش هم بعد یه مدت دیگه حاضر نشد اونجا رو اداره کنه و برای همیشه تعطیل شد. اما ماجرا دوباره برای من شروع شد. از وقتی که دوباره پام به اون حموم باز شد انگار همه چی به عقب برگشت. راستش ماجرا از این قراره که من یه روز از در اون حموم رد می شدم که چشمم خوردهش. ناخودآگاه یاد اون سال افتادم. اون روز اون مرد سیاه پوش. با خودم گفتم عجب اتفاقی بودم. در حموم باز بود، یعنی اصلا در نداشت. من یه حسی به هم می گفت برم تو و داخل رو ببینم. میخواستم همون جایی که جن رو دیدم دوباره نگاش کنم ببینم همون طوریه یا نه. خب راستش دو دل بودم که برم یا نه. بیشتر میترسیدم از اون اتفاق، از اون سایه ها. به هر حال رفتم داخل. آروم آروم رفتم به سمت قسمتی که اون روز جن رو دیدم. همون سکو همونجا بود. اون روز جن ندیدم ولی چیزی که دیدم دست کمی از اون جنها نداشت. خب من اسباب بازی که گم کرده بودم و پیدا کردم. روی همون سکو جا مونده. باورم نمیشه. من وقتی اونو گم کرده بودم بعد از ما خیلی اومدن تو این حموم و الان بعد از مردن صاحبش و تعطیل کردنش باید خیلی اتفاق افتاده باشه. پس چرا این اسباب بازی هنوز همونجاست؟ انگار که اصلا از اونجا بیرون نرفته باشه. ولی الان جلوی چشم منه. اسباب بازی رو برداشتم و بی معطلی اومدم بیرون و رفتم به سمت خونه. با سرعت رفتم تو. وقتی که اسباب بازی رو به بابام نشون دادم اونم مثل من باورش نمیشد. اما خب واقعیت داشت. اون شب وقتی که خواب بودم خواب دیدم یه مرد با لباس سیاه داره منو اذیت میکنه. منو کتک میزد و به هم میگفت چرا اسباب بازی بچه منو برداشتی؟ صبح که از خواب بیدار شدم هم بدنم درد میکرد همین که اسباب بازی نبود. هر چقدر گشتم پیداش نکردم. خیلی عجیبه. اون اومده سراغ عروسک و بردهش. بگذریم. روز بعد که رفته بودم مدرسه داشتم این ماجرا رو برای رفقا تعریف میکردم. خب عده‌ای باور کردن و عده‌ای هم نه. عده‌ای هم میخواستن اون حموم عمومی و قدیمی رو نشونشون بدم. قرار شد یه روز بعد از ظهر چند تا از دوستامو ببرم اون حمومو نشونشون بدم. آخر هفته یعنی روز چهارشنبه بود که ساعت 2 بعد از ظهر 3 تا از بچه‌ها به اسم یاسین و علیرضا و مهدی با من اومدن. بهشون گفته بودم که احتمال دیدن اجنه 50-50. ممکنه اصلا اونها رو نبینید. ولی اگه اتفاقی افتاد و شما اونها رو دیدید مسئولیت هر اتفاق با خودتونه. من کاری نیستم، شما به اراده خودتون اومدید. اونا هم قبول کردن. قبل از اینکه برسیم تو راه بچه‌ها خیلی صحبت میکردن که اجنه رو قبلا دیدن و خاطره هایی شنیدن. اما از بین اون صحبت‌ها فقط یکیشون یه حرفی زد که باعث شد من خیلی فکرم مشغول بشه. اون میگفت از مادرم شنیدم وقتی که جوون بود و توی روستا زندگی میکردن متوجه میشن توی خونشون جن داره. چند باری اون رو فقط توی زیرزمین دیدن. اما این همه یه ماجرا نبود. یه روز مادر بزرگم وقتی که مهمونای زیادی داشت میخواست برنج آبکش کنه و دم بذاره. اما خب به دلیل کمبود جا توی آشپزخونه مجبور شد این کارو توی حیاط انجام بده. وقتی که برنج آبکش میکرد آب جوشو ریخ روی زمین. شب موقعی که خواب بود تو خواب میبینه که اجنه باهاش حرف میزنن و بهش میگن تو بچه ی منو سوزوندی، منم تا بچه تو ازت نگیرم ولت نمی کنم. همینم شد. چند ماه بعد پسر بزرگش که میشه دایی من وقتی که توی خونه تنها بوده بی دلیل سکته میکنه و میمیره. دکترها تشخیص دادن سکته اون در اثر ترس بوده، نه چیز دیگه. اما
ترس از چی رو نمیدونستن. فقط مادر بزرگم بود که این موضوع رو درک میکرد و هیچ وقتم خودشو به خاطر این اتفاق نمیبخشید. حرفش که تموم شد ما رسیدیم به حموم. دم در حموم که وایساده بودیم یه مرد کارتون خواب از داخلش اومد بیرون و رفت. در حین رفتن هی برمیگشت و به ما نگاه میکرد. خیلی هم مشکوک نگاه میکرد. فکر کنم یه کاری کرده. به هر حال ما رفتیم داخل. من کل حموم و اون سکویی که اجنه رو روی اون دیده بودم نشونه بچه‌ها دادم. یه دفعه مهدی گفت همین؟ این که ترسناک نیست. من فکر کردم الان همه جای حموم تاریک و ترسناکه. بعد از اون یاسین گفت بچه‌ها بیایید اینجا رو نگاه کنید. چرا زمین خیسه؟ انگار شیر آب بازه ولی اینجا که آب نداره. رفتیم دیدیم آره کف حموم پر از آبه. ولی خب گفتم اینجا آبش قطع و سالهاست متروکه است. بهشون گفتم تا اتفاقی نیفتاده بیایید بریم. من میترسم. همون لحظه بود که علیرضا با داد گفت بچه‌ها یه نفر پشت دره. تو اون اتاق رو نگاه کنید. من دیدمش لباس سیاه تنشه. این حرف رو که زد اون مرد لباس سیاه اومد جلوی چشمم. هممون سریع از اونجا فرار کردیم و رفتیم. اون روز خیلی تو شوک بودم. بچه‌ها میگفتن اونی که دیدیم جن بوده. ولی من میگفتم شاید یکی از همون کارتون خوابا باشه. ما که چهرهشو ندیدیم. به هر حال بچه‌ها باورشون شده بود که جن دیدن. بذار خوش باشن. چند روز بعد که از تو محلمون رد می شدم دیدم یه دست فروش چند تا تیکه وسیله گذاشته برای فروش. همینطور که از کنارش رد می شدم چهرهش برام آشنا بود. تا اینکه فهمیدم این همون مرد کارتون خوابیه که اون روز قبل از ما از حموم زد بیرون و به ما نگاه می کرد. من وایسادم و به وسیله‌اش نگاه کردم. تمام وسیله کهنه بودن و اصلا به درد بخور نبودن. تا اینکه چشمم خورد به اسباب بازی خودم. همونی که داخل حموم گم کرده بودم و یه بار اجنه اومده بودن سراغش. جا خوردم. با تعجب پرسیدم اینو از کجا آوردی؟ خیلی خونسرد گفت این مال پسر خودمه. چطور مگه؟ با لبخند بهش گفتم خودت هم میدونی که دروغ میگی. یه نگاهی کرد و با حالت طلبکارانه گفت خب که چی؟ اصلا به تو چه ربطی داره؟ تو فکر کن من اینو از توی آشغالا پیدا کردم. بهش گفتم اما این اسباب بازی مال منه. یعنی بود تا اینکه اجنه اونو بردن. در حالی که عروسک توی دستش بود یه نگاهی بهش کرد و گفت اجنه؟ اما من اینو از داخل حموم متروکه پیدا کردم. بیا بگیرش برای خودت. حوصله این مزخرفات رو ندارم. بعد از اینکه عروسک رو گرفتم بردمش و از پنجره انداختمش داخل حموم تا اگه مال اجنه است اونو برش دارن. بعد از اون رفتم جلوی در حموم و یه نگاهی کردم. میخواستم ببینم بازم چیزی میبینم یا نه. این حس کنجکاوی آخرم کار دستم میده. دم در که بودم صدای جیغ و ناله به گوشم میرسید. خیلی ترسیدم. خواستم فرار کنم و از اونجا بزنم بیرون، اما قبل از رفتن متوجه شدم یه نفر از پشت دیوار داره به من نگاه میکنه. فقط صورتش معلوم بود. از ظاهرش مشخص بود که انسان نیست. یکم که دقت کردم فهمیدم این همون مردی بود که تو بچگی داخل حموم دیدم. همون مرد سیاه پوش. همون جن. به من گفت بالاخره برگشتی؟ از ترس دست و پاهم میلرزید. تا میتونستم دویدم و از اونجا دور شدم. وقتی رسیدم خونه از رنگ و روی پریدم فهمیدن که اتفاقی برام افتاده. اما به خانوادم گفتم که من داخل حموم دوباره جن دیدم. اما پدرم حسابی دعوام کرد که چرا باز رفتم اونجا. روز بعد وقتی تو مدرسه به بچه‌ها گفتم که دیروز جن تو حموم دیدم، خیلی اصرار کردن که امروزم به اونجا بریم. اما من دیگه قسم خوردم پامو به اون حموم نذارم.